سلام به همه، امیدوارم خیلی خوب باشید. امروز میخوایم گمج کباب از غذاهای قدیمی و سنتی گیلان رو درست کنیم. گوشت کبابی، پیاز رنده شده، سیر له شده، گردوی آسیاب شده، رب انار یا رب آلوچه یا مخلوطشون و سبزی‌های معطر شمالی، حالا خشک یا تر. اگر ندارید تره جعفری، گشنیز و نعنا رو اضافه بکنید. نمک، فلفل، گلپر و آب انار فراموش نشه. مواد رو خوب مخلوط میکنیم. بهتره که از شب قبل یا 1 ساعت توی یخچال استراحتش بدیم. گمج ظرف گلی سنتی ما هستش که توش بعضی غذاها رو درست میکنیم. این مواد رو الان به گمج اضافه میکنیم. رو به گوجه و آب رو میریزیم و اجازه میدیم با حرارت ملایم روی شعله پخش کن بپزه. تو این بین کته جانانه‌ای میذاریم، گوجه هامون رو سرخ یا کباب میکنیم و آماده میشیم برای سرو غذا. این غذا همینقدر باید آب داشته باشه، اصلا قرار نیستش آبدار باشه. در واقع همون کباب ترش گیلانی هست که به جای روی زغال توی گمج و روی گاز پخته میشه. امیدوارم درست کنید و در کنار سفره گیلانی با مخلفات گیلانی لذتش رو ببرید. نوش جونتون.